سلام دوستان، خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب. و ما بالاخره از آپارات گذشتیم و اون پلتفرم جهنمی ول کردیم که واقعا خدا رو شکر میکنم، دم خدا گرم. و امیدوارم که در یوتیوب که بسیار خوش آمدیم به یوتیوب، زحمت کشیم تا بیاییم و امروز قراره بریم به یک چیزی که خیلی به هم برخورده این چند روزه و اونم هست آپارات. برای اینکه به خاطره هایی که تو آپارات داشتیم بگرگازیم، میخوایم بریم خورده تو آپارات بچرخیم و چیزهایی که در آن دارد اتفاق میفته رو ببینیم. آره، گذشته فریبم داد. اول از همه قراره از یک ترندی که در اینترنت شروع شده که توش یک عده از دخترها میان و به این آهنگ باهام با تو که گوش میدن، موهاشونو ته کوتاه میکنن و این ترند و این خانوم ماشالله تو داداش خواهر، البته شما غرق نمیشین تو ما. جالب. و گذشته فریبم داد. تو میخوام رفت کرد. چی بود من دیدم؟ این چی بود من دیدم؟ اکشلی خوشگل بود. داشتم میگفتم تو موهای کوتاهشم بیشتر قبلش منو زیبا کرد. A little gamble. بذار یک چیز جالب سرچ کنم، مثلا بند میشه ویدیو من هم میشه اصلا. یا که خیلی تنها داداش دختر سرچ کرد امیر علی دو داره دعا میخون. خب بچه فهم میخواستم یه خورده به این پلتفرم یعنی عالی که من توش ویدیو میذاشتم حتما ویدیو لایک کنید و ساب کنید، وگرنه شب میام تو خواب. من به کمک احتیاج دارم.